پر دل مجنون من میشه زیر و زبر میشینم کنار در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلنارم گلنار تاج سرم گلنار از برای تو دل بیقرارم یار تشکر زیاد تمام شده شما گرامی رادیو پلوس و مراجعت میکنم برای تمام روزنامه‌نگاران که لازم ما رو گوش کرده ایستادند ساعتی رسد 12 در بینایی یعنی که نشست مطبوعاتی مخصوص می شود از طرف صدرالدین نجمیدین و رجال عنایت با روزنامه‌نگاران برای همین همگان میتونن نیم ساعت دیگر وقت دارید میتونید باید اشتراک کنید باز هم سوال‌های علمون تیز و تند خود رو آماده کنید برای اونها من فکر میکنم که امروز مثل از دیگر روزها نگاه کرده باز هم صحیح‌تر باز هم روشن‌تر و باز هم وسیع‌تر جواب میدن به هر یک سوال‌های شما. زنگ‌های تلفنی هستند. سلام علیکم. شامی گل. نه شامی گل حدیثه هستم باور نکنید بار اول من که برادیو بودم گفتم خوش اصلا در هجومدم گفتم هر رفتن هر جا رفتید نه خوب رفته بودید گوش داریم با کجا رفتنی هستید راستی من نام افرزیزو رو کردم بخشش می‌پرسم و بار گفت شما دل نگم افرزیزو رو بطور دیدم یعنی که با نسبی شما با شما مراجعه نباشین تشکر قربان شما لطف میکنین و از اکای صدرالدین خواهش دارم که یک سرود طرف میدن در بین همین سرود که نور مرا گیره حدیثه حقیقت مخلص هستم حدیثه؟ خب گوش کنید گریه نکنید فقط حدیثه جانی من حدیثه جانی من ماهی تو با ولی تیارش میکنم بعد باهوش بیایده یکون نفر هست در نظرتان حدیثه رو باهوش بیاریدم حدیثه رو ابدید با خوب زنگ تلفنی نوبتی سلام سلام علیکم و علیک بر سلام گوش دارد شما را که این بریز من تماس شده در پخش مستقیم هستید گوش کرده ایزداش برو من شماره دویم شما هستم بخشای صدرالدین و پای ریزو شماره میدیم شکر برادرز تشکر یک کام خدا زمان دوستای هم شماره بلیت ماده میگم اگر هم بلیت را اگر صادره کنه کانسل و چه کسی کام نمیشه اور اگر داریم و مخلصان شما هم چون با پول خود با پول مهنت رو بگیرن و کسی کانسل میگذارن انشالله برادر عزیز خیر خدا بزرگ است باز چی گفتنی هستید؟ خیلی شماره میگم کانسل رو با خورسندی گذارونم همیشه وطن ما آباد باشه رحمت برادر عزیز سلامت باشید سلامت باشید گوش میکنیم شما رو الو سلام علیکم و علیکم السلام خود رو معرفی کنید من شهلو مرحمت صدرالدین و رجال آمدند که به سوال شما جواب کنم همین چیزی خندوار گفتم من خود از ریال لطیفه گفتم صدرالدین رجال آمدند که به سوال شما جواب کنم یک بار دیگر خنده التماس بهترین خب من آخر وقت اهمیت میدم که جدی حرف زنم آدمون تبسم میکنن مرحمت سلام اول بخشای ریزو خوب تشکر خواهر عزیز سلام با شما همچنان نگفتم دونم که اویلادو و سیدی فضلان هست نگفتن دوید تا به حال نه خدا مهربان از خیر است اگر شد حتما برای شما یکمی شده خبر میدیم انشالله همه خبر خواهد شدن از طریق سایت های اجتماعی چون هنرمندا میش میبینه نظر کار خود تصویر میگذارن حتما از خانه‌دار شدن یا صاحب عائله دار شدن هم تصویرها میگذاره سلامت باشید سوال نوبتی یک زنگ تلفنی دیگر قبول میکنیم از سلام علیکم روز بخیر باشد اول سلام علیکم بگیرم ولی من مهیا گوش دارم شما رو اول مهمونه شما را با سیدی از شما شماره میگم
باید سلامت. بحث بده بگیم اگر اجازه بشه مرحبا اکادون باید کنسرت ما با طرف خدمتگرام یا زنده است کنسرت. تشکر خواهر عزیز. من همیشه در همه کنسرت من به طرز زنده میگذاشتم و هیچگاه یگان کنسرت من از طریق فونوگرام استفاده نشده است و این نوبت نیز همین کار باز تکرار می شود و این کار باز ان شاء الله اگر زنده باشیم و کنسرت کنیم باز ادامه میده. خب ادامه است دوستان عزیز. ما لازم و شترمین البته گوش میکنیم. نام دارد ریکلام بعدم باز با شما در ارتباط خواهیم بود.